سلام دوستان دوست داشتنی، چطورین؟ خوش اومدید به کانال یوتیوب خودتون. من نورف کدم و امروز اومدیم که یک کم هزینه بازی کنیم. بله دوستان، اومدیم که تندروی متیکو فول گردونه بزنیم. من که نمیتونم بیشتر از این صبر کنم، پس شما حمایت کنید، لایک، کامنت، ساب، شیر، وی پی ان های خوبم داشته باشین که سابتون نپره. بریم برای ویدیو، بریم برای این تندرو متیک عزیز. همونطور که میبینین نصف گردونش رو، بیشتر گردونش رو یعنی زده بودم، هرچند بازم ندارم من. بله دنسش رو گرفته بودیم و این خرت پرتا و چرت پرتا. یک دانه M4 مونده، یک دانه این زیبا کرکتر و گان. 6000 تام سی پی داریم، به احتمال 90% بازم اضافه میاد، ولی امیدوارم همین یعنی اول که دیگه محسوب نمیشه، ولی همین الانا اینو بده از خیالمون راحت بشه. واقعا خوشگله بچه‌ها، ببینید و نبینید، تستش میکنیم. بریم برای اولین ضربه توی ویدیو. 520 سی پی بده M4. M4 هم خوشگله، M4 رو میخواستم، اسکین نداشتم برای M4. اینو بعدا درست میکنیم. 960 سی پی بنازم. چی میگی؟ قابل پیش بینی بود. خب بین این دوتا مونده، شما بگین کدوم میده. شما بگین هم نداره. 1300 بده کرکترش هم خوشگله، خدایی کرکترش هم قبول داریم. یه دونه گان یه چیزی هم بده بره ماچ. بنازم سطح زیبایی. این چقدر سسکیه. کیل افکتش هم اینطوریه که تبدیل به پیکسل میکنه. حاجی اصلا میزان اینا رو درست میکنیم حاجی. یه دونه آپگریدش هستش که نه حاجی آپگرید نمی کنم خدایی، ولی شاید هم کردم، نمیدونم. بیشتر تو فکر اینم که این خوشگل خانوم رو آپگرید کنم. ولی خب به نظر من آپگرید برای وقتیه که تو دیگه واقعا بعد همه چی دنیا برای تمام شده است. چیزی واسه مهم نیست. سی پی 10K 20K 30K 40K میزنی. خب ولی خب شاید هم انجامش دادیم. خدا رو چه دیدی. فعلا بریم اینا رو بچینیم و درست کنیم و یه تستی هم براتون بریم. بریم. خب اول اومدیم تو بخش ترینینگ مود که یکم تمرین کنیم و ببینیم که چی جوری هستن داستانش. اول بذار نماشو نشون بدم که چی جوریه. اینو میچرخونیم اول برای زیبایی. حالا نوبت اینه. این ایمش میدونی یه ذره اذیت میکنه. من دایره بیشتر عادت دارم ولی عادت میکنیم. اینم ببینید که گیم استارت. اوکی باحال، با مزه. اینو قبلا دیده بودم. چند تا انگل فضای میان اون بالا که هیپ فایر میزنیم و بله دیگه. ایول خوشگله. آجی خیلی طولانیه ولی به نظر من قدیم توی اک دیگه هم M13 متیک داشتم، انقدر طولانی نبود واقعا. حالا بریم یه ایمش هم ببینیم. ایمش خوبه ولی همون دارم میگم بحث عادته، نمیشه گفت این بدتر از اونه. من به دایره شکل بیشتر عادت دارم و بعد ببینیم که این دستمون میاد یا نه. باید بیاد، هزینه کردم باید بیاد. خب حالا بریم مثلا هیپ فایرش هم امتحان کنیم ببینیم چی جوریه. مرسی. حاجی تیرم ریجستر نمیشه رو هیپ فایر، نمیدونم شد ولی خب پینگم هم اوکی. آخه نمیدونم اصلا شاید مجبور شدم DNS بخرم. میدونی بحثش باز اصلا DNS بگیرم، چون خیلی وقتو پیش میاد اصلا تیرم ریجستر نمیشه و این واقعا منو داره اذیت میکنه. الان که قشنگ دارید میبینی روی ایشون من ایمو گرفتم، هیپ فایر میزنم نمیشه. بخوام خیلی داستان بدیه، ولی بدترش میشه که DNS بخرم باز ببینم همینجوریه. خلاصه که حاجی ریلود کردنش هم خیلی خفنه. کلا از پیکسله و راضیم. خدا راضی باشه، ما که راضییم. ولی خب همینجوری داستان به همینجا بسنده نمیکنه. بالاخره باید کیل افکتشو ببینیم یا نه.
قرار نیست همینجا رو همینو خالی کنیم. پا میشیم میریم چند تا مچ میزنیم ببینیم چی جوری اصلا. امیدوارم قلقش دستم بیاد چون همین الان خیلی سخته ایم گرفتن باش و میاد، ولی دستم میاد قلقش. بذار حالا که همه چی اینجا پر زرق و برق و خوشگله یه حرکت نمایشی هم بزنم براتون. دنس گردونم بزنیم. کدوم بود؟ اینه که بله دنسش هم براتون زدیم و آسمون هم پر از باران پیکسله. خب اوکی، کلش همین بود. نایفش رو راستش بخوای حال نکردم بخوام بیارم تو ترکیب، واسه همین نایف رو کنسل. همین نیزه رو داریم که دایمندش هم کردیم زیباه. خب حالا بریم برای مچ ببینیم داخل مچ چی جوریه. برو بریم. خب بریم برای تست گان و کیل افکتش و اینجور داستاناش. یک لحظه. بله کیل افکتش خیلی نازه، خیلی واقعا باحاله، ولی خب آپدیتش کنم خب خیلی بهتر هم میشه. اینطوریه که هر کیل افکتت عوض میشه و به خاطر این موضوع هم که شده شاید آپدیت کنم، با اینکه اشتباه بزرگیه ولی این کار احتمال داره انجام بدم، حداقل تا جایی که بخواد کیل افکتش عوض شه. حالا نمیدونم لول چند باید بشه. خلاصه آره اومدیم شیپمنت هارد پوینت برای تست این گان، ولی خب به نظر خودم که اشتباه عظیمی کردم، چون برای تست این داستان رو به نظرم بهتر بود که سرچ برم یا هر چیزی. اصلا هارد پوینت خیلی خرد و خره. آره یه حاجی کیل افکتش واقعا جذاب، واقعا قشنگه. هر چی دارم سعی میکنم هیپ فایر هم بزنم نمیشه. خب بله کلا میخوام با هیپ فایر بزنم اگه میشه. صبر کنید. یس بله حاجی خلاصه که راضیم. کیل افکتش باحاله و هر کیلی که میگی یه موسیقی خیلی باحال پخش میشه که من اصلا عاشق موسیقیشم. خیلی به من انگیزه میده برای کیل گرفتن. امیدوارم که بازیمون بهتر بشه با این گان. و عرضم به حضورت که نگاه کن تو رو قرآن نگاه. هارد پوینت بعد کسی تو اون محدوده نمیره. بله بعد از اینکه اون مچ هم تموم شد اومدیم بر جبران اشتباه یه دست سرچ زدیم. بعد نه واقعا داره حال میده، فقط نمیدونم این چه مرگش کلا داره دمیج میده. نمیدونم، من انتظار دارم آقا وان شات کنه. ولی خب خلاصه که گانش واقعا میصرفید و راضیم. 200 بار فکر کنم گفتم راضیم. یکی الان بیاد اون پایین کامنت بذاره به یه ورم که راضی. اوکی و خلاصه که فقط یه ذره مونده عادت کنم به سویچ زدنه، چون سویچ زدنش یه ذره داستان داره و اسلاید رفتنش انگار یه ذره نرم‌تر شده. به احتمال زیاد آپدیتش میکنم که لول 1-2 میبرمش تا جایی که کیل افکتاش عوض شه. چون از اون من میخوام سوفیام هم آپدیت کنم، 1-2 تا چیز بهش اضافه کنم و نمیخوام که کل پولم و سی پیمو خرجش کنم واقعا، چون احتمالا گردونه‌های دیگه هم بیاد. ولی خب یه تصمیمی که گرفتم اینه که دیگه گردونه نزنم. میدونی من نمیخوام اکانتمو فول کنم و از اینجور داستانا. من دنبال این بودم چیزایی که نیاز دارم ازش که میتیک یا لجند داشته باشم. اسنایپ واقعا نیاز داشتم، بین دیل و تندرا مونده بودم که خب الان تندرا بیشتر دستم است، تو بافتم است و اینجور داستانا. گفتم اوکی دیگه میتیکشو بزنیم و احتمالاً دیگه دیل هیچی ازش نمیزنم مگه اینکه این چیزی بیاد که دیگه واقعا دوست داشته باشم، واقعا چشمو بگیره. وگرنه اونجور چیزی تو سرم نیستش و چیز دیگه هم نیاز ندارم. یه کاراکتر میتیک دوست داشته باشم که اونم گرفتم و واقعا دیگه به هیچ چی نیاز ندارم حاجی. واقعا می‌خواستم به AK47 بزنم که نه حاجی واقعا نیاز ندارم. ان شاءالله هر وقت مانیتایز شدیم اکانتمون رو فول میکنیم. اوکی پس حمایت یادتون نره، لایک، کامنت، ساب، شیر، ویپینای خوب داشته باشین که سابتون نپره. در ضمن سعی کنین کامنت رو انگلیسی بذارین. اوکی و عرضم به حضورتون که امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. همتون رو دوست دارم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.